با شیخ ابو عبیدالله متوکل علی الله. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسی که در راه الله تلاش میکنه، طاقت خود خرج میکنه، در جستجویش است، الله راه حقیقت و واقعیت خامخا برش اعلام میسازه. شرط است که بنده تلاش کنه، کمی تلاش بکنه. و این الله لمع المحسنین. الله امر محسن است. محسن کی را میگه؟ کسی که تمام کارهای خود به دقت انجام میده، عقیدش دقیق است، عملش دقیق است، اخلاقش دقیق است، سرسری نیست، هوایی نیست. آنچه که مردم میگه ما میگیم اونطوری نیست، دقیق است. چرا عقیده به الله دارم؟ چرا این عمل انجام میدم؟ وجهش میدم. چرا این اخلاق باید داشته باشم؟ وجهش میدم. زیادت هدایت از جانب الله متعال است. دیگه در کدام مرحله انسان میرسه؟ اگر امی راه را انتخاب بکنه، امی راه را شما به خیر الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه، ادامه بدیم، در سرحد میرسه. او سرحد آخری سرحد است. آخری سرحد چی سر انسان میکنه؟ سرحد آخری انسان آنقدر مرتبط با الله میسازه که آلی غیر از الله هیچ چیزی دیگری در قلبش وجود نداره. اگر گوشتش به انبور کنده میشه، اگر در دیگ جوش انداخته میشه، اگر در آتش انداخته میشه، پروایی نداره. و ربطنا علی قلوبهم. ما محکمی بستیم بالای قلبهای امی جوانا. یا چون رای را انتخاب کرد که واقعا رای دین بود، الله متعال یار دیگه قوت بخشید. ربط قلب. این مرحله هدایت است. این طرف مرحله گمراهی و دلالت است. مرحله گمراهی و دلالت هم 4 مرحله دارد. 4. و مرحله هدایت هم 4 مرحله دارد. مرحله هدایت اول مرحلهش انابت است. انسان باید متعصب تنگ نظر نباشه. گپی لینه نم بشنو. گپی لینه نه. برش گوش بگی. رد نکو در اول مرحله. خوب دقیق بشنو. سنجش کو. باز خیلی جواب علمی قناعت بخش برش پیش کن. والبقال شور نکن. مرحله انابت اینمیست. بعد از او وصول است. مرحله وصول وقتی که انسان منیب شد، توجه خود میگردانه که بعد من چی کنم. حالی تلاش میکنه به چی کنم، به چی کردن تلاش میکنه. این مرتبه وصل میکنه. بعد از او 3 مرحله استقامت است. آدم که وقتی در راه حق روان شد، گپ عملی میکنی، آلی دیگه دوچار مشکلات میشی. آلی دیگه از هر طرف قطی مرمی سری تو فیر میشه. تا او وقت مردم قطع سر کار نداشت، آلی سر کار داره. اینجا اگر استقامت اختیار نکنی، خودم محکم نکنی، بسیار دشوار است که آدم به نهایت برسد. وقتی که ایرا را محکم شدی، گپای مردم، دشنام مردم، زوری مردم، همه بدیهای مردم سری تو تاثیر نکرد، اینجاست که در مرتبه 4 میرسی. ربط القلب. ربط القلب امو مرحله است. حراس از غیر از الله از کسی دیگری نداره. هر نوع تکلیف که سرت میاد امید تو به خوشحالی میپذیری که هیچ پرسان نکن. اصحاب کهف در ربط قلب، در مرتبه ربط قلب رسیدن. این طرف گمراهی هم 4 مرحله داره. اول مرحله شک و تردد است. یاران این کار بکنم نکنم، دی را برم یا نرم. شک انسان در جای نمیرسانه. بعد از اون مرحله 2 اعراض است، رو گردانی. بعد از اون مرحله 3 یا اون مرحله جدال است. و کاری باطل خود قطعی مردم بحث کرده است. بعد از اون مرحله 4 الله نگاه کنه ختم القلب است، یا بلران علی قلوبهم، زنگ سری قلب واقع میشه. دیگه تشخیص نمیتونی حق و باطل، بلکه باطل بری تو حق معلوم میشه، حق باطل معلوم میشه. ما در این جامعه، در این مردم خود 2 قسم مردم داریم. مردم عوام، این بیچاره 4 دقیقه که شاندیشه 4 دلایل قطعش بگویی بالکل قناعت میکنه.
اما یک مردمی داریم که وا امر باطل برای خود حق شمرده، تمام روز در جستجوی است که برای دلیل پیدا کنه. او را که هر قدر خوری و زحمت بکنی نمیشه. این مرتبه ختم القلب میده. و مدعوین کسانی را که پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت میداد یا همین قسم مردم دیش موجود بود. ختم الله ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. چرا؟ ختم الله على قلوبهم. یاد مرتبه ختم قلب رسیده. این مرحله طی شده، خلاص شده. نمیآید. اصحاب کهف او طایفه است که الله متعال میگه که ما قلبهایش بسته کردیم، با دین محکم شد. حالی اینطور دین قطعی قلبش چسبیده، جدا شدنی نیست. از امو خاطر ترس و حراس و خوف از چشم خود دور کرده، از کلی خود دور کرده. در پیش پاچای ظالمی که کسی را گیر میکنه که خلاف دین سابقه شده، مثل امروز که یک گروه مردم نامهای مختلف نگذارن. این همی قسم اونجا بود که کسی از دین سابقه کمی پای خود کج میماند، دیگه ادام بود. اصحاب کهف از اون مردم بود، یا خود جوانایی بودن، پشتی سر عالمیه اتفاق کرده بودن، اتحاد کرده بودن. شما وارد چی کنیم؟ مردم در بیراه روان است، ما چرا بریم؟ ما جدا میشیم، پشتی سر ما جدا میشیم. چی کنیم؟ کمیته جور میکنیم، به اندازه توان و طاقت حرکت میکنیم، مردم دعوت میدیم، پاچا خبر میشه. حالا راپور رسید که طور مردم ها پیدا شده دین جدید دعوت داده رویست، الان حاضر کنیشه. زمانی که حاضر میشه میترسه؟ نه. اسقام ربط قلب به خاطر شده بود که وقت استاد شدن فقال گفتن ربنا رب السماوات والارض، مالک و متصرف ما، تربیت کننده ما، خالق ما، مدبر ما، فقط او ذاتی است که او مالک آسمان ها و زمین است. در او زمان هر پاچا خود رب معرفی میکرد. نمرود برای ابراهیم علیه السلام میگه من رب هستم، این جویا در زیر اختیاری من روان است، پاچایی در زیر اختیاری من روان است. رب امو کسی می بود که تصرف میکرد بین مردم. میگه من متصرف هستم. جوانا استاد شدن در پیش پاچا، در پیش مردم اعلان میکنه که ربنا رب السماوات والارض. حالی هیچ وقت ایمان تکمیل نمیشه تنها به اثبات که مستحق عبادت الله هست، تا که نفی نکنی که دیگر کس مستحق نیست. کلمه ما دو جز داره، لا اله الا الله. یک آدم میگه الله را قبول دارم، کافی نیست. الله را قبول دارم، مرا پیدا کرده، کافی نیست. امی الوهیت، امی صفاتی که برای الله متعال است، از غیر الله نفی کن. تا که از غیر الله نفی نکردی ایمان تکمیل نمیشه. کلمه ما امی لا اله الا الله دو جمله است، یکی نفی است یکی اثبات. اثبات الوهیت برای الله، نفی الوهیت از چیست؟ فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله بعد از فقد استمسک بالعروة الوثقی. تا وقتی که سری طاغوت انکار نکردی و ایمان به الله نآوردی، حالی به حلقه محکم الله چنگ نزدی. از همون خاطر اصحاب کهف تنها نمیگه که رب ما الله است، ربوبیت دیگه کسانی نفی میکنه. لن ندعو، هرگز ما طلب نمیکنیم، نمیخواهیم من دونه بغیر از الله متعال الها آخر، معبود دیگره. خلاص گوشتان واز. مردم بفهمه، آگاهانه بفهمه که ما دیگه کس ما به حاجت خود طلب نمیکنیم. چرا؟ لقد قلنا اذن شططا. اگر ما اینطور کرده باشیم که غیر الله را آواز داده باشیم، او را حاجت روا دانسته باشیم، برای از او عبادت بکنیم، سخنی را گفتیم که بسیار پراگنده و دور از عقل است. شطط گپ پراگنده که هیچ حیثیت نداره، ارزش نداره، گپی که هیچ عقل نمیپذیره. این گپ عادی نیست در پیش پاچا و خود رب معرفی میکنه، یا میگه رب ما رب آسمان ها و زمین است. او یک درو شریک با امرای الله میدانه، نعوذ بالله خدا، و یا میگه که ما کسی دیگر را در حاجات و مشکلات خود طلب هم نمیکنیم، به تو هیچ ضرورت نداریم. این زدن است پاچا را. باز چی میگه؟ اگر ما این کار را گفتیم از عقل دور است، یعنی این بیعقلی است، حماقت است.
در حقیقت یک در اونجا فتوا میده که شما خیلی احمق هستید، خیلی از عقل دور کار کرده رایید. این جرأت، این شجاعت از کجا پیدا شده؟ نور توحید وقتی در قلب انسان داخل شود، قلب انسان روشن میشه، قوت پیدا میکنه، شجاعت پیدا میکنه، جرأت پیدا میکنه. شما یاد داشته باشه هر کس که ایمانش قوت داره امو قدر جرأت داره. هر کس که در قلبش ایمان قوت داره امو قدر خوف از غیر الله نداره. ایرا بدون اصحاب کهف همینطور بود. نه به میگ اکتفا نمیکنه، یا وظیفه خود بیان میکنه برای پادشاه. خب لیکن امی بیان وظیفه خود بسیار به یک شیوه معقول، موزون، قناعت بخش. چی میگه؟ ها اولای قومنا، اینمی قوم ماست. چی میکنه؟ اتخذوا من دونه آلهه، گرفتن بغیر از الله معبودا را برای خود. غیر از الله معبودای دیگر را برای خود معبود گرفته. تو نمیگه که یا بد کرده، میگه نه ما نمیگیم، خلیکن هر مسئله باید اساس داشته باشد، دلیل داشته باشد. قرآن چقدر عظیم درس ها را برای شما میده، چقدر عظیم درس است. امی اصحاب کهف میگه لولا یأتون علیهم، چرا سر این معبودای باطل خود من دون الله آوردن نمیتونه به سلطان بین، به یک دلیل واضح قناعت بخش. کیا غیر الله را پرستش میکنه؟ یک دلیل خوب بیاد، یک سند خوب بیاد. اگر امروز ما یک فرد از مسلمانای خود ببینیم که در پالوی قبر عاجز نشسته، دستای خود بالا کرده، یا یک جندر از پیشش میگیره، از پیشش سوال بکنه و کدام دلیل؟ اگر از امریکا حرکت کنه تا چین و کل قرآن کریم هم از اول تا آخر بخونه و حدیث ها هم جمع کنه، یک دلیل آورده میتونه؟ نمیتونه. اصحاب کهف طلب کرده شده برای از اینکه اعدام شود، برای از اینکه بندی شود، برای از اینکه تهدید شود، اما در این موقع دعوت میکنه. آورده به این خاطر شده که شکنجه شود، لیکن یا دعوت خود پیش کرده رایسته. ما در بیروزه در حوزه بیمان شدیم، الحمدلله دعوت کردیم. وقتی نماز شد جناب امیر صاحب حوزه گفت نماز بخوان پیش. خب نماز به طریق سنت خواندیم. امیر حوزه ایران بود که این مردم اسای کن این نماز چی رقم نماز. خب آدم هوشیار بود، خدا تکان نداد، بلکه گفت که والا در عربستان مردم مختلف نماز میخونن، هر کس الله را عبادت میکنه. خلاص گپ خلاص شد، دعوت شود. اصحاب کهف دعوت میده و دلیلی را پیش میکنه که علی جواب ندارن بیچاره. او مردم چی جواب بگوید؟ باز بعد از او بزرگ بودن جرم بیان میکنه که اینی قسم کار چقدر جرم بزرگ است. فمن ازلم ممن افترا علی الله کذبا، کیست خیلی ظالم از او کسی که جور میکنه برای الله دروغ. نعوذ بالله مخلوق عاجزه به امری که الله برابر میکنه در عبادت، در صفت. عجیب است. این داستان اصحاب کهف الله متعال حالات از یاره برای ما بیان کرد که اصحاب کهف کدام مردم بود. ما چی درس میگیریم؟ الله که مدح از یاره میکنه چرا میکنه؟ خب ما پیشتر گفتم این بازه های ورزشی را نبردن که قابل مدح هستن. الله که مدح میکنه به خاطر قوت ایمانش، الله که مدح میکنه به خاطر اتفاقشان به واسطه فکر سلیم خودشان. مفسرین حالات از یاره برای ما ذکر میکنه که اصلا کل قوم برآمده بود جایی که یا میله میکردن و روزی مذهبی خود تجلیل میکرد. البته او روزی مذهبی را که تجلیل میکرد نعوذ بالله عبادت غیر الله دایش بود. یا جوانا بودن، اولادای مردمای خیلی کلان مردما، وزیرا و ازیا بودن. اون افت جوان است. هر کدامی از یا از قوم خود گوشه، یک درختی که در دشت جدا است از قوم جدا میشد، دیگه در میلی خود در بازی ها و در خوشی های خود مصروف بودن.
یا یک نفر یک جان زیر درخت میره. 7 نفر میشه. هیچ کس از کسی سوال نمیکنه. 7 نفر جمع شدن. آخر یکیش در فکر میشه که او برادرها ما شما که اینجا یک جای شدیم، یک انگیزه، یک وجه ما را در اینجا آورده. وجه چیست؟ یک نفرش گفته شما میگه اگه نمیگی من میگم. دلم طاقت نمیکنه میگم. چی مرا چی کدام وجه آورده؟ گفتم این قوم خدا که میبینم عقل سلیم نمیپذیره کیا کدام عبادت میکنه. الله اکبر. کلگی یک دفعه دهن اعلان میشه، کلگی میگه که بله همین فکر ما را آورده. چی کنیم؟ توافق میکنه. بعد از او حرکت شروع میکنه، حرکت دعوتی ده. چی درس است به ما؟ یا تقلیدی پدرای خود کرد، دنبال پدرای خود روان شد، یعنی که از او عقل و از او استعداد و از او ذهانتی که الله برش داده بود از این کار گرفت. کدامش؟ از ذهانت کار گرفت. سنجش کرد، عمل کردی بابا و اجداد و پدر در ترازو انداخت که چه وزن داره. وقتی میدیدن خندیشان می‌آمد. شما بعضی عنعنات مردمای ما را از پدرای ما را یک دفعه در ترازو پرتی که چه وزن داره، راستانه بود. اون شب ما در کدام جای میمان بودیم، مجلس بودیم اینطور دعوتی. وقتی که گپا خوب گفته شد، ریشتفیدا میگفت مولی سید نالی اسب بوسه میکردیم. نالی اسب. در نالی اسب چی کمال است؟ شما باور به الله بکنی آدم خندیش میاد که چه حالت است. خود چه درس عظیم فکر خود در کار انداختن. وسیله که الله متعال برشان داده بود او را اموتور نعوذ بالله یخ نگاه نکردن، از او کار گرفتن. به ما درس شد. ما هم جوان هستیم. الله متعال برای ما خیلی ذهن سرشار داده، جوهر عقل داده، استعداد داده. اما در امروزی ما غیر از این وسایل خیلی آسان کننده، وسایلی که در دسترس ما و شما قرار داره اینم داده. اگر ما امروز رای حقیقت، رای واقعیت پیدا نکنیم بسیار مجرم هستیم، خیلی زیاد. به خاطری که امی سهولت ها به اوتور مردم میاد. ما توسط یک کامپیوتر یک سی دی خود بسیار معلومات ها را جمع کرده میتونیم. ما کل کتاب های حدیث در یک سی دی داریم. ما تمام اخبار دنیا و مقالات علما را در اینترنت خود دیده میتونیم. اما امروز ما به دین خود اهمیت ندیم، بازم دنبال همین دنیای خود برویم و همیشه ملامتی را سری ملا پرتیم. ملا یک جای شما ما اول از کی را قبول کنیم؟ بیادر تو در دین مسئول هستی، الله از تو سوال میکنه. تو تلاش بکن، تو رای واقعیت تا پیدا کن. ملا اتفاق میکنه یا نمیکنه این کاری از واست، تو مسئولیت از واست. الله از واست سوال میکنه که چرا اختلاف کردی، چرا رای حقیقت پیدا نکردی. اما تو مسئول هستی. اول درسی که از در این قصه اصحاب کهف بر ما هست و از ابتکار ذهن خود استفاده کردن. کدام چیزی که عقل سلیمشان برشان ثابت کرده بود سر از او عمل کرد. یک. دوم اتفاق کردن. اگر ما بخوایم که ما خدمت به دین بکنیم، اگر حاجی صاحب ظاهر در اینمی مدرسه همیطور تنها نشسته باشه ما برش بیم درس بخونیم، این درس رنگ نمیگیره تا که ما با هم یکی با دیگه منسجم نشویم. بله یک حاجی صاحب ظاهر به درس بشینه ذهنش هم جور شوه، همه چیزش خوب، بقیدهش، عملش، کلش، اما بچیش درست نباشه، ذهنش، اما برادرش نباشه، اما همسایش نباشه، اما دوستش نباشه، اما شریک کارش نباشه، مشکل حل نشده. برای ازی که ما مشکل حل میکنیم وظیفه داریم کسی دیگری رم هم نوا با مفکوری خود ساخته میتونیم. یعنی از او خاطر اصحاب کهف در راه دعوت شروع کردن. ما باید آرام ننشینیم و میفهمیدن که راه مشکل است. پاچا ما را در سرحد میرسانه که نمیگذارونه، پشتی سر برای ما میاد که آخر مجبور میشن، توانمندی مقابله را نداره، برای حفاظت دین خود دوار میره.
آخری مرحله یک مؤمن نیست که زمان توان مقابله را با طاغوت و با ظالم نداره، با حفاظت دین خود میکنه. دو، سوم گپ در این واقعه برای ما و شما چیست؟ اتحاد که میاد همیشه به اعتبار عقیده میاد. اتفاق و اتحادی که از راه دیگری به وجود آمده او ناکام است، نمیشه که به هدف برسد. یگانه اتفاق یا اتحادی که یقینا تا آخر ادامه پیدا میکنه، مستمر است و ضایع نمیشه، اتحاد عقیده است. زندگی انبیاء علیهم السلام با یارانشان همیشه فقط روی عقیده چرخیده، عقیده را تمرکز داده و بعد از او پیشرفتایی که حاصل شده از اتحاد عقیده است. از امو خاطر هر دوست، هر کس در مورد قریب و دوست خود امی فکر داشته باشه که چه قسم او را در فکر و در اندیشه و در عقیده قطع خود هم نوا بسازم. اینی مسئولیت ما و شماست. یک موضوع بود. این موضوع به خاطر ازی بود که انشالله شما مایوس نشوید. البته کمی و کاستی در کلگی وجود داره، ام در مخاطبین و ام در دعوتگرای علما وجود داره. بس اوقات ما خود یقینا آن چیزی که مسئولیت ماست نمیتونیم پوره بکنیم، دچار بسیار حالتهای ناگوار میشیم. خب الله توفیق نصیب بکنه. خب ما مایوس نشوید. اگر یک استاد یک شب نمیاد، دو شب نمیاد، شما مایوس نشوید که نه غیر حاضری است. نه، شما آمدنتان، اجتماعتان مستمر نگاه بکنید. اگر یک استاد نآمد، همینجا در بین بشینید که از درس‌های گذشته چقدر معلومات داریم، بعد فلان موضوع یک نظرها را جمع بکنیم چی نظر داریم. ما هیچ وقت مجلس خود بیفایده گذاشته نمیتونیم. میتونیم که از او بسیار ثمره بزرگ بگیریم. مایوس نشوید، ترک نکنیم مجلس. الله متعال دی برکت میپرته و زدناهم هدا میشه، هدایت الله اضافه میکنه. دوم موضوعی که من امروز میخواستم، چون موضوع آینده را انشاءالله در مورد داستانای انبیاء علیهم السلام شروع میکنیم که انبیاء علیهم السلام در قرآن کریم ذکر شده و داستانای از و واقعیت‌های از برای چی است، چی هدفی را دنبال میکنه. و ما خو یقین دارم که ما درس‌ها را میشنویم، استادا را اینجا طلب میکنیم، به این خاطر طلب میکنیم که ما خود دعوتگر شویم، ما خود آینده انشاءالله روزی فرا برسه که در مجلس خودتان دنیای مردم نشسته باشه، سخنای شما را گوش کنه و آدم بعید ندانه. هیچ وقتی طور نگه که ما در اون مرحله نمیرسم. همت مومن بالا می باشه همیشه، و انسان که کدام قصد و نیت میکنه الله متعال برش برابر میکنه. من یک وقت در پاکستان وقت ترجمه قرآن کریم خلاص میشد، ترجمه کردم، یقین بکنی که اونجا گریان کردم که یا الله این تو روز باشه که در افغانستان ما کتاب الله را پس کرده می باشیم و مخلوق نشسته باشه، قرآن لا اقل قطع قرآن آشنایی پیدا کنه. الحمدلله او آرمانای ما را الله تعالی به 10 مرتبه پوره ساخت، به 10 مرتبه. مخلوق الله به شوق و اشتیاق، به بسیار محبت یعنی پوره و مکمل نشستن کتاب الله را شنیدن. ما همی هدف باید دنبال کنیم.